دوستان ببینید همچنان وقتی که ظهر میشه دیگه انقدر اینجا غذای بیرون بر سفارش میدن، همین هم اطراف مغازه‌دارا و همین که خیلی دورتر از اینجا، چون که واقعا غذاهاشون هم از نظر حجم غذا و هم از نظر کیفیت و قیمت فوق‌العاده عالی و درجه یکی دیگه. خودتون ببینید دیگه. ببینید خب خیلی شد. علی بیرون بلا رو میکشم از تو جوجه کباب و قرمه سبزیشون واقعا حرف نداره. من خودم جوجه سفارش دادم و دفعه قبلم قرمه سبزی خورد، واقعا عالیه. دوستان عزیز ببینید دیگه وقتی رستوران خانوادگی باشه اینجوریه دیگه. خودتون ببینید دیگه اینجا همه خانوادگی مشغول به کار هستن. یه آقازاده های حاج آقا هستن که تو رستوران زحمت میکشن و حاج خانوم هم که اینجا تشریف دارن و خورشدار رو درست میکنن. aldı. دوستان عزیز ببینید سرعت عمل در این رستوران انقدر باید زیاد باشه، چون همین جوریه که مشتری‌ها از بیرون هی غذا سفارش میدن و خب مشتری هم که تشریف میارن داخل سالن.
دوستان عزیز جاتون خالی. من جوجه کباب امروز سفارش دادم. ببینید جوجه کباب زعفرانی سفارش دادم. جاتون واقعا خالی. انقدر خوشمزه است این جوجه کباب زعفرانی. انقدر حجم غذاشون زیاده که دیگه آدم مثلا به زور دیگه اون آخرش رو باید بخوره دیگه. من واقعا دیگه این مقداری که سیر شدم. میخوام بگم که هم قیمتاشون مناسبه هم حجم غذاشون زیاده. سلام. شما خوبه؟ بفرمایید. زنده باشید. سلامت باشید. دستتون درد نکنه. غذاها عالی. غذا رو حاج آقا کی درست میکنه؟ خانواده. خب نه الان کلا غذاها رو امروز کی درست کرده بود؟ حاج خانم دستشون درد نکنه. بعد آقازاده ها چیکار میکنن؟ برای سوزه زدن و به سلامتی. دوستان کباب تابه‌ای اینجا حرف نداره واقعا. با فر تابشی که دارن درست میکنن و ببینید گوشت گوسفندی به این صورت که میبینین طبخ کردن. خورشت هویجاشون هم واقعا خوشمزه است. ببینید خودتون گوشتش رو جدا میذارن و اینا به صورت روزانه میپزن دیگه. این هم خورشت قرمه سبزی که امروز دارن و ببینید باز این سبزیش نمیدونم واقعا چه سبزیایی رو با هم قاطی میکنن که خیلی بی نهایت خوشمزه است دیگه. ما رو یاد قرمه سبزی مادر بزرگامون میندازه، مال دوران قدیم. گوشتایی هستش که تو خورشتان میریزن. خورشت قیمه، قرمه و هویج. Ora bir dakika. ببینین دوستان سوپ خامه‌شون حرف نداره. نگاه کنین عالی. اونقدر خوشمزه است که اصلا نمیتونم براتون بگم از طعمش. سالاد و اینا همه به صورت سلف هستش اینجا.
مسافرهایی که ببینید دیگه آماده گذاشته. مهمانای ما اکثرا خارجی هستند. ما مهمانان عراقی اینجا خیلی زیاد داریم. بله. چون دانشجویان به قول خودشون طلبه هستند. تو دانشگاه تبریز و منطقه های نزدیک برف آنقدر میبارید دیگه تا چمن میرسی. مثلا بازاری ها یادمه 2 تا چشم میپوشیدن. یکیش مال مثلا پوز بود، به قول خود کنداره بود، یکم از کفشای ترکیه مثلا آریسان این چیزا میپوشیدن. وقتی میرفتن مغازه دیگه اون از پاشون در میآورد. دریا که میان بیشتر غذایی که سفارش میدن و دوست دارن تو رستوران شما چیه؟ مثلا یعنی به قول معروف بهترین غذاتون چه غذاییه؟ نه ما غذا چون برنجایمون خاص 100% ایرانیه، رزاز استفاده میکنیم. از گوشت بهترین گوشت، یعنی مخلفات دیگر نمیزنیم. خالص از گوشت یه ذره پیاز بشید اونم تم بده یا مثلا تو سیخ بمونه. هیچ چیز دیگه اصلا نمیزنیم. به خدا قسم یک کسی نگفتیم خود این مثلا این غذای شما این عیب داره یا غذای شما این عیب داره، چون ما از بهترین وسایل استفاده میکنیم. مثلا عراقی‌ها بیشتر مرغ میخورن اینجا. بیشتر مرغ سفارش میدن. مشتریای ایرانی کدوم غذاتون رو دوست دارن؟ معمولا همه کسی دوستن قرمه سبزی ما تقریبا بله قرمه سبزی تو هاشخانه درست میکنه حرف نداره. تو منطقه یکه. بله واقعا. آبگوشت چند وقت نمیدیم چون من خودم گوسفند ذبح میکنم باید برم از دوستا بیارم. گوشت گوشت گوسفند. نه این دیدم مثلا اسم اون دوستا چیه گوسفند میاریم؟ ما میاریم منطقه جلفاست. کمارون است. اکثرا از اونجا میاریم. گوسفند نر میاریم. مثلا بعد از عید که نتونستم آبگوشت بدم چون گوسفند چیز نیاوردن تا حالا تازه رفتن تو ساق نشدن. تقریبا تا یه ماه دیگه این کار انجام میدیم. آبگوشت هم میذاریم. خوبه. مثلا بیشتر اونا که تو عید می اومدن مثلا از شمال و تهران اینجور چیزها، مثلا اون بیشتر کوفته تبریزی و آبگوشت می‌خواستن. وقتی از خیابان رد می‌شدن من دیدم دیگه رد می‌شدن گفتم ما قرمه سبزی می‌خریم. چون صدایش تا بازار میره. مثلا مشتری ما میان اینجا میگن آقا بار اولش میگه آقا ما با خدا بو چشیدیم اینجا مثلا از یعنی به قول معروف بو و عطر قرمه سبزیتون تا 7 تا خیابون اونورتر هم میره. گوساله است. برای کوبیدن گوشت گوساله و دنده گوسفند استفاده می‌کنیم. تمام فقط یه ذره پیاز گفتم که بهش اضافه می‌کنیم. اینا برای تو سیخ کنه هم به غذا طعم بده. ان شاءالله که برکت باشه. خواهش می‌کنم اینا دیگه. حاج آقا من اون دفعه اومدم فیلم گرفتم رستورانتون. مثلا بدونم از بعد از اون مشتری اومد. آره اومد. چجوری بود؟ روز پنجشنبه ساعت 3 ما از تهران مشتری داشتیم. بله 5 نفر بودن گفتن آقا ما شما رو تو یوتیوب دیدیم اومدیم. بعد از اینکه غذا رو خوردن گفتم عین اونایی که تو میگفتیم از اونم بهتر. خدا هاشخانم خودشون سوپ جو و خورشتا رو درست میکنن دیگه. بله سعی میکنیم غذای خوب درست کنیم. دستتون درد نکنه. بله وقتی که رستوران خانوادگی باشه توش وجدان کاری هم هستش، یعنی فکر میکنید که انگار دارین برای خانواده خودتون درست میکنین. بچه‌هاتون هستن، همسرتون اینجا تشریف دارن دیگه، همونجوری خونگی درست میکنین غذاها رو. خودم غذا رو میخوریم. چیزی همه آل میگیریم، گوشت آل میگیریم، همه سعی میکنیم همه مواد ایران میگیریم. بله مواد آل آبلومی همه چیز روب آل همه چیز آل. دستتون درد نکنه. ویدیونی که هرچیم جوره غذalarımızı چی جوره اگه söylediler غذalarımızı gelsinler təşrif getsinlər biz xidmətində varıq. Qəzalarımızda ki alıdırsan görəsən, həm nə mənə ki bişiririk, həm nə mənə ki mərdimin xidmətindəyik bu. Hər kim söysə, hər kim bəyənsə bu qəzaları təşrif getsin biz xidmətində varıq. سلامت باشین. فارسی همونم که الان فرمودیم فارسیش هم بگید. سختتونه؟ سخت میشه. زنتون نمی‌کنم. از شما تشکر می‌کنم. قدم رو چشمم قربونتون برم، قربون چشمتون پرنور باشه انشالله. سلام عرض کنم خدمت اونایی که این ویدیو رو میبینن. اینجا غذاخوری حاج حسین استان آذربایجان شرقی تبریز. آدرس هم که همین
سمت راست بازار بله همه میشناسن اگر هر بله اصلا مشخصه کاملا دیگه. من اونایی که ویدیو رو میبینن اگه اومدن تبریز حتما اینجا یه سر بزنن. غذاهامون با کیفیته، همه انواع سلو کوبیده جوجه، انواع خورشت اینجا همه چیز داریم. غذاهامون هم سلو کوبیده، سلو جوجه، زرش پلو مخصوص، سلو قرمه سبزی همون هم که مثل قرمه سبزی های تهرانه. ببخشید گوشتی که استفاده میکنین برای کباب کوبیده میشه بگین چیه؟ گوشت گنده گوسفندیه. بله. همراه با گنده و قلقلگاه و با گوشت گوساله مخلوط میکنیم. کوبیده ها رو پس شما میزنین دیگه، درسته؟ درسته همه میشناسن بازار غذاهای بله. ولی یه بارم خودتون تشریف بیارین حتما خوشتون میاد. ممنون از لطفتون. از شاگردایمون در کلاس دوم وقتی من تدریس می‌کردم با ما کلاس دوم ابتدایی بله. این یه ذره از نظر جسمی افت داشت. مریضی داشت یه ذره. مثلا من نمیخواستم دیگه این از دست عقب نشینی کنه، مثلا پیشرفت داشته باشه. یه روز نیومد مدرسه، بغل مدرسه اینا یه سوپرمارکت داشتن. من رفتم دیدم مادرشون گفتم حاج خانم زکریا کجاست؟ گفت آقا تو خوابیده. گفتم اشکال نداره. گفتم تو اینجا باش. یه ذره کنار من رفتم درا زدم. این آقا اومد تا اومد بیرون. اون موقع کلاس دوم دبستان بودن. دوم دبستان بودن. تا اومد بیرون من دیگه 2-3 تا چشیده به این. من این روش جدید اصلا قبول نکردم. من با روش قدیمی پیش میرفتم. 31 سال خدمت کردم خانم در آموزش پرورش. در از 31 سال به خدا یه دانش آموز نگفتم برو بشین. اون عقب دیگه تو دیگه دست نمیتونی بخونی. من به زور درسشو میدادم، به زور وادار می‌کردم درس بخونن. کمتر نه. یعنی حساب می‌بردن ازتون. من از 18 سال خدمتم بعد از اینکه گوشی بود من به مدرسه گوشی نبردم. درست. اصلا به خدا گوشی نبردم. این آقا پسرم که از شاگردای من بود گفتم آره من میخواستم این درس بخونم. گفتم از نظر جسمی هم تحلیل میرفتیم. من اینو دیگه آوردم مدرسه تا رسیدم مدرسه این از حیات اومد پشت سر من اومد. بله. اون سال به خدا این شاگرد دوم من شد. ماشاءالله. شاگرد دوم من شد. بعد از اون الان پس تشریف آوردین رستوران تمام معلم دیگه، درسته؟ معلم قدیم. با من دوستم میاد. بله. زنده باشین ان شاء الله. شاگرداتون هم تندرست باشن، هم خودتون. خواهش می‌کنم. دوستان عزیز ببینین اونجا سراح امینه و از این خیابون وقتی که میخوایم بریم به سمت راست بازار